سلام به همه. تا حالا فکر کردید چرا بعد از هزاران سال بعضی از بدنهای مومیایی هنوز سالم و دست نخورده باقی موندن؟ یا اینکه چرا روی بعضی از مومیایی‌ها آثار سوختگی وحشتناک دیده میشه؟ امروز قراره بریم سراغ یکی از ترسناکترین و مرموزترین موضوعات تاریخ، مومیایی‌ها. از باورهای عجیب مصری‌ها گرفته تا نفرین‌های مرگبار و راز مومیایی‌هایی که به طرز وحشتناکی سوخته پیدا شدن. پس تا آخر ویدیو با من باش، چون چیزهایی میشنوی که شاید هیچ وقت جای دیگه نشنیده باشی. مصری‌های باستان باور داشتن که بعد از مرگ روح تموم نمیشه. به نظر اونا روح برای ادامه سفرش به دنیای بعدی نیاز داشت به یک بدن سالم برگرده. برای همین مرده‌ها رو آماده می‌کردند، نه برای خاکسپاری، بلکه برای یک سفر ابدی. این فقط یک روش تدفین نبود، یک آیین مذهبی و حتی سیاسی بود. اونها فکر می‌کردن اگه بدن فرعون سالم بمونه، قدرت و شکوهش هم برای همیشه ادامه پیدا می‌کنه. جالبه بدونی که حتی اولین داستان‌های اساطیری مصر هم پر از مومیاییه، مثل افسانه اوزیریس که بعد از کشته شدنش توسط همسرش ایزیس دوباره جمع شد و تبدیل به اولین مومیایی شد. شاید فکر کنید فقط فرعون‌ها مومیایی می‌شدن، اما واقعیت اینه که خیلی پیچیده تره. در ابتدا فقط فرعون‌ها و اعضای خاندان سلطنتی این امتیاز رو داشتن. بعدها شاهزادگان، همسران فرعون و کاهنان بلندپایه هم مومیایی می‌شدن. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. با گذشت زمان ثروتمندان هم میتونستن هزینه این کارو بدن و برای خودشون مومیایی سفارش بدن. حتی بعضی از مردم عادی هم به روش‌های ساده‌تر مومیایی میشدن، مثلا با دفن شدن در شنهای خشک صحرا. و اینجاست که به قسمت جالبتر ماجرا میرسیم، مومیایی‌های حیوانات. مصری‌ها حیوانات رو موجودات مقدس میدونستن. گربه‌ها رو برای الهه باستت مومیایی میکردن، سگ‌ها و پرندگان رو برای خدایان دیگه، حتی کروکودیل‌ها رو برای نیل مقدس مومیایی میکردن. در یک مقبره هزاران مومیایی گربه کشف شد. تصور کن، هزاران سال قبل گربه‌ها با شکوه تمام مومیایی شده بودند. اما بریم سراغ بخش وحشتناکتر ماجرا، مراحل مومیایی سازی. اینجا ممکنه کمی حالتون بد بشه، چون روش کار اصلاً ساده نبود. اول از همه مغز رو با قلاب فلزی از طریق بینی بیرون می آوردن. بعد شکم رو باز می کردن و اندامهای داخلی مثل کبد، معده و روده رو خارج می کردن. بدن رو با نمک مخصوصی به نام ناترون می شستن و خشک می کردن. سپس داخل بدن رو با رزین و پارچه‌های آغشته به مواد مخصوص پر می کردن. در نهایت بدن رو می دوختن و لایه لایه با پارچه کتانی می پوشوندن. برای حفاظت جواهرات و طلسمای مخصوصی هم داخل بدن یا بین لایه‌های پارچه می زاشتن. کاهنانی که این مراسم رو انجام می دادن خودشون رو در نقش آنوبیس، خدای مرگ و مومیایی می دیدن. و جالب اینجاست بعضی طلسمایی که پیدا شدن هنوز هم معنی مشخصی ندارن. تا حالا فکر کردید چرا بعضی مومیایی‌ها بعد از هزاران سال تقریباً سالم موندن ولی بعضی‌ها به طور کامل پوسیدن یا نابود شدن؟ همه چیز بستگی داشت به کیفیت کار کاهنان، نوع مواد استفاده شده و حتی شرایط مقبره. مثلا مقبره‌ای که خشک و بدون رطوبت بود بدن رو برای همیشه سالم نگه می‌داشت. اما اگه مقبره پر از رطوبت بود یا توسط دزدان غارت میشد، بدن خیلی زود آسیب میدید. یکی از معروفترین مومیایی‌های سالم رامسس دومه. بدنش هنوز هم نشونه‌های قدرت و شکوه فرعونیو داره. ولی در مقابل بدن توت آنخامون یکی از اسرارآمیزترین و آسیب دیده ترین مومیایی هاست. حالا میرسیم به یکی از عجیبترین کشفیات، مومیایی‌های سوخته. دانشمندان با اجسادی روبرو شدن که به طور وحشتناکی روی بدنشون آثار سوختگی دیده میشد. اما چرا؟ برخی معتقدن آتش‌فندازی طبیعی در مقبره‌ها باعثش بوده. بعضیا میگن واکنش شیمیایی رزین‌ها و مواد مومیایی با بدن در طول زمان باعث انفجار و سوختگی شده.
و یک نظریه ترسناکتر: دشمنان یا حتی خود کاهنان بدن بعضی فرعونها رو عمدن سوختوندن تا روحشون نتونه در دنیای بعدی ادامه پیدا کنه. یکی از نمونه‌های معروف بدن توت‌عنخ‌آمونه که شواهد نشون میده ممکنه بدنش درون تابوتش منفجر شده باشه. شاید اسمش به گوشت خورده باشه: نفرین مومیایی‌ها. وقتی مقبره توت‌عنخ‌آمون باز شد، خیلی از باستانشناسایی که تو تیم بودن به شکل مشکوکی مردن. هاوارد کارتر، رهبر تیم، مدتی بعد بیمار شد. بقیه هم یکی یکی به شکل عجیبی از دنیا رفتن. خیلیا گفتن این همون نفرینیه که مصری‌ها نوشته بودن: هر کس آرامش فرعون رو برهم بزنه، مرگ بر او سایه میافکنه. اما دانشمندان توضیح علمی دارن. اونا میگن مقبره ها پر از قارچاب و باکتری های کشنده بودن. وقتی بعد از هزاران سال باز شدن، این سموم آزاد شدن و باعث مرگ محققا شدن. ولی همچنان خیلی ها باور دارن این یک نفرین واقعی بوده. به نظر تو چی؟ فقط یک اتفاق علمی بود یا واقعا نفرینی پشت ماجراست؟ دوست داری بیشتر درباره رازهای ترسناک تاریخ بدونی؟ پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن، لایک بزن و زنگوله رو فعال کن، چون تازه داریم به تاریک ترین بخش این ماجرا میرسیم. مومیایی فقط مخصوص مصر نبود. در شیلی تمدن چینچورو مومیایی هایی ساخته بوده که حتی قدیمی تر از مصری هاست. در آلپ مومیایی یخی اوتسی کشف شد که روی بدنش نشونه های قتل وجود داشت. در چین مومیایی های بیابان تاکلامکان کشف شدن با موهای بور و لباس های اروپایی. هر تمدنی روش خودشو داشت، اما هدف یکی بود: جاویدانه کردن بدن. حالا میرسیم به بخش عجیب و چندشاور. در اروپا در قرون وسطا پودر مومیایی رو به عنوان دارو استفاده می‌کردن. باور داشتن خوردن پودر بدن انسان میتونه بیماری‌ها رو درمان کنه. بعضی هنرمندا هم از رنگدانه‌ای ساخته شده از مومیایی‌ها برای نقاشی استفاده می‌کردن. اسمشو گذاشته بودن قهوه‌ای مومیایی. و در قرن 19 حتی مومیایی‌ها رو به عنوان سوغات می‌فروختن. بعضی افراد ثروتمند در اروپا مهمونی برگزار می‌کردن و جلوی مهمونا یه مومیایی واقعی رو باز می‌کردن. امروز مومیایی‌ها مثل یک کتاب تاریخ زنده هستند. دانشمندان با بررسی دی ان ای مومیایی‌ها تونستن بفهمن که فرعون‌ها چه بیماری‌هایی داشتن. مثلا معلوم شده که خیلی از اونها به مالاریا و سل مبتلا بودن. حتی نشونه‌هایی از جراحی‌های پیچیده روی استخوان‌ها و مغز کشف شده. این نشون میده که مصری‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم علم پزشکی داشتن. و اینجا میرسیم به پایان سفرمون در دنیای تاریک و ترسناک مومیایی‌ها. مومیایی‌ها فقط اجساد خشک شده نیستن. اونا رازهای زنده از تاریخن که هنوزم بعد از هزاران سال سوالهای بی جواب زیادی با خودشون دارن. حالا سوال من از توه. به نظرت بدنهای سوخته‌ای که پیدا شدن فقط یک تصادف بودن یا پشتشون یک راز وحشتناک و شاید یک نفرین پنهانه؟ آر به جواب منتظر آر. جوابتو تو کامنت ها بنویس، چون بهتریناشو تو ویدیوی بعدی میخونم. و یادت نره لایک کن، برای دوستات بفرست و حتما کانال رو سابسکرایب کن. این تازه شروع سفر ما در دنیای ترسناک تاریخه. هر هفته با داستانها و رازهای ترسناک جدید میام.